بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر. این هم در شأن و 3 سوره: ضحی، انشراح و کوثر. این 3 سوره که شخصیت با عظمت رسول الله صلی الله علیه و سلم بیان میکنن و میگه که انا اعطیناک الکوثر. ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، در پالوی و نعمت هایی که در سوره ضحی و انشراح برات گفتیم، ما بر تو دادیم کوثر را، خیری بسیار زیاد، و یا حوض کوثر را. فصل لربک، پس نماز بخوان به پروردگارت. وقتی که بر رسول الله هم خیر کثیر داده شد، این توحید هم در نظر بگیرید. توحید در نماز و توحید در ذبح، 2 قسم توحید هستند: توحید در نماز و توحید در ذبح هست. فصل، پس نماز بخوان، لربک، خاص بر ربت. وانحر، و حیوان و پرنده و هر چیزی را که ذبح میکنی او را هم لربک، خاص باید بر ربت باشه. ای و عاطفه هست، جمله را بالای جمله چی میکنه؟ عطف میکنه. فصل لربک وانحر، و نحر بکن همچنان برای کی؟ برای پروردگارت. ان شانئک، یقینا که دشمن تو هو الابتر. دشمنای تو اونا چی هستن؟ بی نام و بی نشان هستن، دنبه هایشان بریده شده هست، یاد خیری از اونا نمیشه.